سلام، من زهرام. به کانال من خوش اومدید. اینجا از نوشتن میگم و داستانهای نوشتنمو و این بار میخوام قسمت دوم داستانمو براتون تعریف کنم. بله، واقعیت داشت و مهدی نامه‌ای سالها پیش نوشته بود و داخل پاکت نامه‌ای گذاشته بود و اون رو رها کرده بود بالای کابینت. غافل از این که اون نوشته ها داره تمام خواسته هاش رو برآورده میکنه. اما چه چیزی نوشته و چرا باید این گونه می نوشت؟ نمیشد اون رو وصیت نامه خطاب کرد، چون وصیت نامه قانون داره. اون نامه بیشتر یه دلنوشته خطاب به دخترمون مشکات بود که بسیار عزیز و گرامی بود برای مهدی. شاید من بارها و بارها به خودم میگم ای کاش مهدی میدونستی که کلمات جان داره و به حقیقت میپیونده. اون وقتی که داشتی این کلمات رو انتخاب میکردی، کاش با عمق موضوعی فکر میکردی و به جاش از کلمات زیبا استفاده میکردی. کاش نحوه مرگت رو نمینوشتی و برای مشکات بعد از مرگت توصیه های مکرر نمیذاشتی و به جای نبودن میگفتی مشکات عزیزم، آرزوهام اینه عروسیت رو ببینم، دانشگاه رفتنت رو جشن بگیرم، نوهام رو در آغوش بگیرم. از خداوند سلامتی میخواستی، طول عمر میخواستی و زیبایی های جهان هستی رو میدیدی. بله، کلمات جان دارن، معجزه میکنن و میتوانن تو رو به ساحل امن برسونن یا تو رو به آشوب بکشونن. شاید همه ما در مراحل زندگیمون گاهی در اوج آرامش و راه زندگی برامون هموار باشه و گاهی در سرابالایی های زندگی، ولی این قانون زندگیست. و اینجا بود که داستان نوشتن من جدی تر شد. برای منی که نوشتن و نویسندگی از آرزوهای یک کودکیم بود و رویایی بیش نبود برای من.